تنگه هرمز یک گذرگاه باریک در خاور میانه وجود دارد که فقط اگر چند روزی بسته بماند میتواند اقتصاد جهان را تکان بدهد. نام آن تنگه هرمز است. تنگه هرمز یکی از مهمترین مسیرهای دریایی جهان به شمار می رود. این تنگه میان ایران و عمان قرار دارد و عرض آن در باریکی‌ترین نقطه حدود 33 کیلومتر است. هر روز بخش بزرگی از نفت‌های جهان از همین مسیر عبور می‌کند و به بازارهای بین‌المللی می‌رسد. کشورهای مانند عربستان سعودی، امارات متحده عربی، کویت، عراق و قطر بخش مهمی از نفت و گاز خود را از راه تنگه هرمز به جهان صادر می‌کند. به همین دلیل این مسیر یکی از مهمترین گذرگاه‌های جهان است. کارشناسان می‌گویند اگر تنگه هرمز به دلیل جنگ یا تنش‌های نظامی بسته شود، صادرات نفت این کشورها به شدت کاهش می‌یابد و قیمت نفت در بازارهای جهانی به سرعت افزایش پیدا می‌کند. به همین دلیل تنگه هرمز نه تنها یک مسیر دریایی ساده، بلکه یکی از حساس‌ترین نقاط اقتصادی جهان محسوب می‌شود، جایی که هر تحول کوچک می‌تواند بر بازار جهانی تأثیر بزرگی بگذارد.